اگه دور موتورت بالا و پایین میشه بیا پیش من تا بهت بگم. به این میگن استوپر یا همون موتور پله‌ای که روش یه دونه پیستون داره و با عقب جلو شدن این پیستون مقدار هوای ورودی در دور آرام تنظیم میشه. یعنی زمانی که پاتو از روی گاز برداشتی دور موتورت رو این قطعه تنظیم میکنه. بریم ببینیم چطوری باید تعمیرش کنیم. زمانی این اتفاق میفته که این قطعه خراب بشه یا اینکه قسمت پیستونش اینطوری دوده بگیره. این قطعه توی خودرو در این قسمت قرار داره. بریم ببینیم چطوری باید دوده هاش رو پاک کنیم یا اینکه تعویضش کنیم. ابتدا فیشی که داره رو از سر جاش در میاریم. بعد از این کار دو سمتش پیچ داره، پیچ رو از سر جای خودش باز میکنیم. این دوده ها باعث شدن تا این قطعه نتونه زمانی که پاتون رو از گاز برمیدارید مقدار هوای ورودی به منیفولد رو تنظیم کنه. باید با اسپری انژکتور شور یا اگه ساده تر بگم با یه دستمال این دوده ها رو از روش پاک کنیم. بعد از اینکه این قطعه رو کامل تمیز کردیم باید محل نشیمنگاه این قطعه رو هم کامل تمیز کنیم. این کار رو هم میتونیم با اسپری انژکتور شور انجام بدیم، هم میتونیم با یه دستمال تمیز انجام بدیم. زمانی که سویچ رو باز میکنیم دقیقاً چنین اتفاقی برای استوپر میفته. سویچ رو باز کن، حالا ببند. ببینید طول استوپر کم و زیاد میشه و اینطوری در نشیمنگاه خودش قرار میگیره تا هوا به اندازه کافی وارد منیفولد بشه. یک بار دیگه سویچ رو باز و بسته کن، ببند. بعد از تمیز کردن خود استوپر، پیستون استوپر و نشیمنگاه استوپر رو سر جای خودش قرار میدیم طوری که قسمت فیشش به سمت پایین قرار بگیره. سپس پیچ هاش رو سر جای خودش میبندیم. سپس فیشش رو سر جای خودش قرار میدیم. خب حالا باید بریم برای مرحله بعدی. مرحله بعدی هم ترفند خاصی داره، حتما با ما همراه باشید.
خب حالا در این مرحله باید چند بار سویچ رو باز و بسته کنیم تا پیستون موتور پله‌ای یا همون استوپر بره به سمت جلو و جاگیری کنه. خب حالا میتونیم استارت بزنیم و مشکلمون حل شده. میبینید که دور موتور رفت بالا و الان اومد روی 800 دور قرار گرفت و موتور داره به درستی کار میکنه.